والله بالله تالله حکومت پیش روی ما را رها کند. اگر به ظرف 3 روز قاتلین را به جزا اگر این مصیبت از طرف سفاکان و جنایتکاران در رژیم گذشته صورت میگیرید، با خدا قسم خشت خشته این حرام باشد بر ما شیر حلالی که خورده ایم اگر یک روز از خون شهدای خود ساده بگذریم. ملت سربلند افغانستان وقت تعاون و همکاری هست برای هموطنان، برای مهاجرین، برای مستضعفین، برای بیچارگان. هر کدام به اندازه توان خود، هر کدام باید ما به خدمتشان قرار بگیریم. ایثار انصار مدینه را در این شب و روزها در وطن خود ببینیم، چی در هرات هست، چی در گوشه گوشه افغانستان هست، چی در هر دین و مذهبی که مهاجر هست سر جای خود باشد، خاکشان هست، وطنشان هست، زندگیشان اینجا می باشد. باید حق را بگوییم. ایثار انصار مدینه در این شب و روزها باید دیده شود در اعمالمان. انصار مدینه از مهاجرین مکه چگونه پذیرایی کردند. عزیزان من، امروز خبر خوشی شنیدم که دفاتر راهنمایی معاملات همو کمیشن را از مهاجرین نمیگیرن. این یک نوع خدمت هست. تو کسی که تاکسی داری، زرنجی داری، رکشای داری، موتر باربوری داری، رحم کن تا الله برایت رحم کند. شیر شتر ماست نمیشه، شو بکشم راست، ذات خرابم خوب، از خدا خسته نسازه.